خیلی از بیمارانی که به ما مراجعه میکنن و میگن ادرار ما خونیه، در واقع تغییر رنگ ادراره. یعنی در واقع ادرار خونی نیست، به دنبال مصرف یه ماده غذایی خاص یا داروی خاص ادرار تغییر رنگ پیدا کرده و اون رو به عنوان خون در ادرار مریض عنوان میکنه. اما اگر بیمار واقعا خون در ادرارش داشته باشه و با آزمایش یا با دید ما اثبات بشه که خون در ادرار هست، حتما نیاز به بررسی داره. از علل‌های مختلف باعث خون در ادرار میشن که از التهاب‌ها و عفونت‌های مثانه تا سنگ‌های سیستم ادراری و خدای نکرده سرطان‌های سیستم ادراری که این مهمترین قسمت بررسی خون در ادراره. به علت اینکه در سیستم ادراری ما سرطان‌های مختلفی از سرطان‌های کلیه، لوله‌های حالق به اضافه مثانه یا مثلا پروستات، همه اینها میتونن باعث خون در ادرار بشن.